بابای کند به سوالم جواب ده. وقتی با چنین زنهایی به حیا و به نمایش میبرایی احساس گناه نمی کنی؟ اگر گویی که احساس گناه نمی کنم، پس این رو بدون که قلب تو مرده است، چون که قلب مرده احساس گناه نمی کند. و اگر بگویی که بله احساس گناه می کنم، پس چرا گناه رو به نمایش می گذاری؟ آیا میدونی که گناه رو به نمایش گذاشتن خیلی خطرناک است؟ ببین که این زنی به حیا و به شرم بالای سینه‌اش کشاده در برت نشسته است و زیبایی هایش را رکلام دارد. او کاری گناه انجام می دهد، ولی تو در چهره اش می خندی و دستگیریش می کنی. متاسفانه بعضی زنهای به شرم و به حیا چنینند که با شخصیت‌های معروف و مشهور رسم گرفتن و به نمایش برآمدن رو برای خود فخر می‌دانند، ولی نمی‌دانند که گناه بزرگی را انجام می‌دهند. چون این زنان خودنما طبق روایات حدیث بدترین زنان عالم هستند.